بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما دوستان عزیز، مخاطبان گرامی. من مرتضی اکبری ناینی هستم و اینجا اندیشکده راهبرد 12مین قسمت از برنامه واکنش در خدمتتون هستم. این روزها اتفاقات عجیب و غریبی را شاهدش هستیم که باید یه آسیب شناسی اساسی در موردش صورت بگیره. اگر که بهش توجه نکنیم و بهش نپردازیم مطمئنا در آینده به مشکل برمیخوریم و هزینه اینها را قطعا نظامی که باید بپردازه. به خاطر اینکه اون کسایی که هسته سخت نظام هستند و به نوعی وفادارند به این سیستم، بعضیاشون هوا برشون داشته و سرگیجه گرفتن و حرکت‌های انجام میدن که باعث میشه یه فیلم‌های تولید بشه که این فیلم‌ها بازتابی که داره برای نظام هزینه ساز باشه. خواهیم ببینیم این چند روز اخیر به ویژه جمعه خیلی صراحتاً عرض بکنیم که خدمتتون عرض کنم که می‌خوام ببینیم که چه اتفاقی افتاده و چه هزینه‌ای باید پرداخت کرد. قبل از اون چند تا عکس ببینیم. عکس اولی که دارید مشاهده می‌کنید روی صحبت‌های من یمن هست. یمن بعد از نماز جمعه یک جمعیت میلیونی اومدن توی خیابون‌ها و تظاهرات کردن در حمایت از مردم فلسطین و شعارهای بر ضد رژیم صهیونیستی دادن. چه روزی بوده؟ روز جمعه بوده. تصویر دوم هم همینطور. اینها مردم یمن هستن که میان شعار میدن. فقط اینها نیستن، ایرانی‌ها هم هستن. ایرانی‌ها هم تظاهرات میکنن. بعد از نماز جمعه ما در تهران هم شکل گرفت تظاهراتی. اومدن تو خیابون‌ها، امت حزب الله اومد تو خیابون و یقه دریدن که آی با اسلام آباد اینا چی شده؟ واتساپ مرگ بر واتساپ. چه اتفاقی داره شکل میگیره؟ ببینید آقای پزشکیان میخواد که به اون اشخاصی که رأی بهش دادن بگه که آقا من دارم کار میکنم، دارم یه سری گام‌های مثبتی رو برمی‌دارم. اومده رفته واتساپ آزاد کرده، بعد همه اونایی که بهش رأی داده بودن نداده بودن مردم ملت ایران یه موزه گرفتن میگن همین چیکار داری می‌کنی؟ اصلا تو باغ هستی تو واتساپ؟ کی الان از واتساپ استفاده میکنه؟ الان دولت پزشکیان نیاز داره که بگه که چی، بگه که اتفاقا من کار خیلی با ارزشی کردم. و چطوری اینا میتونه بگه؟ الان تویی که اومدی کف خیابون و این شعارها رو دادی و باعث شدی که یه تصویری ازت مخابره بشه تو شبکه‌های اجتماعی، دولت پزشکیان میگه ببینید اینا دارن یقه میدنن، ببینید اینا دارن خودشون جر میدن، پس من کار مثبتی انجام دادم، پس من کار خیلی خوبی انجام دادم، پس حمایتم کنید. ببینید کار خیلی خوبی انجام دادم. من الان سوالی که دارم از اونایی که نشستن ترک موتورها رو رفتن و یقه دریدن، آقا شما این تصمیم کی براتون گرفت؟ خودتون به این نتیجه رسیدید یا اینکه اون کسی که شما رو فرستاد یه پستی چیزی بهتون داد، یه شیطی داد گفت برید همچین حرکتی بکنید، یا بهتون گفت که آقا اسلام در خطره برید همچین حرکتی بکنید؟ چرا این حرفو می‌زنم؟ شما دهه 70 هم همچین کلای سرتون رفت. دهه 70 هم فایزه هاشمی و کرمانشاه داشتید فوش می‌دادید، تهش مشخص شد که خودشون از شما خواستن. کس دیگه این مدیریت می‌کرد پشت قضیه بود. شما اصلا از اون روز تا الان اصلا اولا پیشرفت نکردید، در جا زدید فقط. یمن الان داره فریاد میزنه، داد و بیداد میکنه، داره مرگ بر اسرائیل میگه و شما چیکار میکنید؟ مرگ بر واتساپ. الان واتساپ مشکل مملکت درست میشه؟ الان این چالشایی که باش رو هستید حل میشه؟ آقا مگه الان برفرض اصلا مگه واتساپ فیلتر بوده توی ایران؟ اصلا ما توی ایران فیلترینگی نداریم. ببینید چطوریه، شما یا اینکه گوشیتا که روشن می‌کنی برای اینکه به شبکه‌های اجتماعی به تمام چیزا بخوای دسترسی داشته باشی، ویروس‌ها فیلتر شکن می‌زنه. الان رو گوشی همه ایرانی‌ها فیلتر شکن است. اصلا چیزی دیگه به اسم فیلتر وجود نداره در ایران. شما یا فیلتر شکن داری یا نداری. فکر کنم فیلتر شکن قبلا مثلا اینترنت داشته باشی بری سر به اونجا بزنی، الان فیلتر شکن هم باید علاوه بر اینترنت باید فیلتر شکن هم داشته باشی. گوشیتا روشن می‌کنی فیلتر شکن داری، دسترسی داری. پس اینکه یه عده خودشونا بعد اینجوری مطرح کردن، داد و بیداد رو انداختن، فیلترشو برداشت الان در نظام ما مشکل مواجه هستیم و فلان اینا. نه آقا نه، این خبرا نیست. اصلا اینا فیلتر نبود. فیلتر شکن رو دادی تو دست مردم، خودت فضا رو باز نگه داشتی و هر کسی رفته یه فیلتر شکنی نصب کرده برای اینکه بهش نیاز داشته. برای اینکه الان همه دسترسی دارن. و حالا چه اتفاقی میفته؟ پیام‌های موساد هم به واسطه همین فیلتر شکن‌ها میاد به مردم میرسه که آقا بیاید عضو ما بشید. راهکار میده به مردم. این راهکار داره میده، خیلی راحت داره مردم تو رو هدایت میکنه به اون نقطه‌ای که میخواد. شما تجمع را میندازی، با اسلام را میندازی، با قرآن را میندازی. وای الله اکبر. یه ذره فکر کن. ما اینا کاری نداریم. این جنس از تظاهرات‌ها، این جنس از حرکت‌ها، این جنس از رفتارها باعث میشه که شما لحظه‌ای که داری میری وسط خیابون پرچم حزب الله هم دستت باشه، پرچم فلسطین هم دستت باشه و بعد ببین الان ایرانی که باید بیاد دنبال فلسطین، باید بیاد حمایت بکنه، با این حرکت‌های شما اون مردمی که دارن این صحنه رو می‌بینن نیاد.
بگم بابا اینا همشون اصلا کلا خیلی اصلا دارن از این بستر دارن استفاده میکنن. آره طرف کار و کاسبیش به اینترنت بستگی داره. مثلا نمیدونم چه فکری میکنی. در حالی که این هم تجربه داشتید شما. دهه 70 80 نبود. اول ببند کرده بودید مثلا به ویدیو، بعدش هم ماهواره اینا نیومد. نمیدونم اصلا خیلی خنده داره، خیلی خنده داره. ببین الان ما باید بیایم چیزای دیگه رو روشن کنیم. کارمون به کجا رسیده که باید بیایم مسائل در مورد این دست مسائل حرف بزنیم. اصلا الان ملت طرفی که میاد توی فضای مجازی میبینه تو با اون چپیه که نماد فلسطینه، با اون چپیه که نماد فلسطینه، تو میای پرچم حزب الله هم دستت، میای اونجا و تازه چی میگی؟ تازه داره میگه مرگ بر واتساپ. پس اونی هم که داره این تصویر بهش میرسه، حسش نسبت به فلسطین، حسش نسبت به حزب الله چی میشه؟ خیلی خیلی راحت تغییر پیدا میکنه. از اون سمت اسرائیل داره پیام مخابره میکنه که آقا تو مشکلت همین ایناست، ببین کل پول کشورتو دارن میبرن اون سمت‌ها. یه فکری بکنی به راحتی در این حالی که مردم ما میدانن که اسرائیل دشمن هست، تو داری کاری میکنی که باز هم برند سمت اسرائیل، در صورتی که آخه خیلی یه چیزای خیلی واضحیه. قدیم هر چقدر که میگفتی آقا برو کار فرهنگی کن فلان کن، گفتن آره کار فرهنگی جبهه فرهنگی دست اوناست فلان. الان که دیگه دست خودتونه، الان که دیگه صدا سیما دست خودتونه. بعد تازه مگه نمیدونی که اون چهره‌های رادیکال بعد از اومدی مثلا یه صحبت دیگه کردی، گفتی که آقای پزشکیان باید استعفا بدی، جو راه انداختی که باید استعفا بدی، تو اصلا فلانی بهمدانی. بعد مگه نمیدونی که اون چهره‌های رادیکالی که بیرون نشستن، همون مریم رجبی بیانیه‌ای که داده داره روی استعفای پزشکیان کار میکنه. یعنی تو ناخواسته، من میدونم ناخواسته است، من میدونم اصلا نمیخوای در راستای اهداف اون گام برداری، ولی ناخواسته داری کاری رو میکنی که حرفی رو میزنی که مریم رجبی داره میزنه. حرف مریم رجبی رو داره میزنی. اینا ببین من میدونم اگر که نفوذ شکل گرفته بود، اگه طرف نفوذی بود ما جور دیگه برخورد می‌کرد، ولی شما من میدونم ناخواسته است، میفهمم ناخواسته است. آقا یه ذره بصیرت، یه ذره بینش، یه ذره تفکر. شما داری الان همون حرکتی را می‌کنی که ضد انقلاب میخواد. الان دنبال همین هست، دنبال همین بحثی که آقا بیا استعفای پزشکیان، هشتگ استعفای پزشکیان رو داری می‌بینی. هشتگ استعفای پزشکیان از کجا شکل گرفته؟ از بیرون، از همون مریم رجبی، از همین ضد انقلاب، از همین منافقه. اینجا امیدوارم که این مسائل دوستان در موردش فکر جدی بکنن. شما الان چه اتفاقی میفته؟ شما همتون جمع شدید، کل این جمعی که الان اومدید سر سا کردید، همگیتون جمع شدید توی یک فضای ایتا و در حباب ایتا دارید زندگی میکنید. نمیدونی که آقا تو یوتیوب چه خبره، نمیدونی توی اینستاگرام چه خبره و فکر میکنی الان اگه اینستاگرام بیاد نابود یا بنیان خانواده از هم گسسته میشه. نه، این خبرها اولندش نیست، ولی میخوام اینو بگم که شما خبر نداری از جهان بیرون این حباب، خبر نداری، نمیدونی که چه اتفاقی داره شکل میگیره و در حباب خودت، در حباب ایتایی خودت هستی. دنیا رو داری از این ویو پنجره ایتا نگاه میکنی، از بحثایی که توی توییتر هست، از بحثایی که توی یوتیوب و اینستاگرام هست خبر نداری و میای این شعارا میدی، مرگ بر واتساپ میگی یا شعار استعفای پزشکیان رو میدی و این دقیقاً همون شعاره. یا در مورد حجاب میای حرکتی انجام میدی که اصلا 100% به ضرر نظام داره تمام میشه. ناخواسته خیلی ساده انگارانه دارید با این مسائل برخورد. بیشتر از این ادامه نمیدم. اگر که نظری داشتید نسبت به صحبت‌های من با پیام به من برسونید، در جهت تکمیل صحبتامون ازش استفاده میکنم. و جنگ 2 سوال داریم. جنگ یا صح اگر فهمیدید بسم الله. لا حول ولا قوة الا بالله. یا علی با تربت تو بعد اسیر خاک باشم، بین حقم و باطل حالا منم و این دل، ناخدا توی لطفا برسون منو تا ساحل. نامرد دنیا میخواد منو بازیم بده، مراقبم باش تو صاحبم باش، میخوام برات شهید بشم، مواظبم باش عزیز دلم حسین